نگم براتون از حواشی عشق ابدی 2 و داستانهاش. این دفعه شرکت کننده ها گل کاشتن. از اونجایی که شرط شرکت در عشق ابدی 2 داشتن یک تعداد فالوور واقعی بود، تمام شرکت کننده های این سری تقریبا شناخته شده بودن توی فضای اینستاگرام که شاخ اونها هم آیدا پویانه. اما این شناخته شدن ها مانع این نشد که برای همدیگه حواشی درست بکنن. از ماجرای تعرض سرجیو به یاسمین بگیر تا ماجرای پخش عکس و فیلم های یلدا توسط مهیار. و حالا مهیار ادعا کرده که یلدا اصلا با کسی رابطه داشته و اومده توی این برنامه که خب هنوز هیچ کس تایید یا تکذیبش نکرده. این بین با ورود وحید به برنامه رنگ و بوی جدیدی گرفته. یکی بالاخره وارد شده که قراره جلوی مهیار در بیاد و اجازه نده که هر کسی هر کاری که دلش میخواد بکنه. توی قسمت قبلی که پخش شد، عسل خطاب به جاوید گفت تو یه آدم درو هستی، تو به همه ما گفتی بیایم به یاسمن رأی بدیم ولی خودت اومدی از یاسمن عذرخواهی کردی. این حرف عسل رو چند نفر تکذیب کردن و گفتن که اون داره دروغ میگه، از جمله جاوید و وحید. طبق گفته وحید اینجوری بوده که یاسمن و فرناز با هم دیگه دست به یکی کردن که چهره جاوید رو خراب بکنن و از اون یک چهره منفور بسازن که خب تا الان هم موفق شدن. وحید که از رفتارهای عسل نسبت به خودش خیلی ناراحت شده بود بالاخره واکنش نشون داد و گفت من حاضرم عکس 10 سال پیشم رو منتشر کنم به شرطی که این خانم هم که در مورد چهره من اینقدر نظر منفی میده بیاد عکس 5 سال پیشش رو منتشر کنه. و اعلام کرد که معین و عسل خیلی بیدلیل منو آنفالو و بلاک کردن و من هنوز نمیدونم داستان چی بوده و سر چه موضوعی این اتفاق افتاده. وحید گفته من حتی به بی‌ادبیایی که این خانم توی تلگرام نسبت به من انجام داد هیچ واکنشی نشون ندادم، چرا که مطمئنم اینها از مهیار میترسن و یا آتوی طبق چیزی که مهیار از یلدا داشت اینها هم یه آتوی از خودشون دست مهیار دارن که میترسن این آتو لو بره. فرناز هم از اونجا که خودش اول برنامه اعلام کرده بود که با عسل دوست صمیمیه شروع کرده توی استوریاش مسخره کردن افرادی که توی عشق ابدی بودن و اعلام کرده که اگر زمان به عقب برگرده با هیچ کس از اون افراد کاپل نمیشه. البته که خدا از دلش بشنوه. و اما پرحاشیه ترین مرد ویلا سرجیو بعد از اینکه آیدا کاپلیشو با یاشار به هم زد به آیدا پیشنهاد داد و با هم دیگه کاپل شدن، اما این باعث شد خیلی بسوزن. از اون ور دقیقاً همون شبی که این اتفاق افتاد توی برنامه یاسمن اعلام کرد که توسط سرجیو مورد آزار و اذیت قرار گرفته و این آدم بهش تعرض کرده. سرجیو واکنش جدی نسبت به این حرف نشون نداد، فقط گفت به زودی از این خانم شکایت میکنم. و اما قشنگی داستان اینجایی که تمام افرادی که توی این برنامه شرکت کردن به غیر از کیمیا این حرف یاسمن رو نقد کردن. حتی نازنین که با همه مشکل داشت گفته که هیچ کس توی این ویلا به زور هیچ کاری رو نمیتونسته انجام بده و اگر کاری هم اتفاقی هم افتاده به خواست دو طرف بوده. و خب این صحبت ها به نفع یاسمن نشد. طبق حرفی که یاسمن و خود سرجیو هم گفته بودن، عطری که یاسمن استفاده کرده بود تحریک کننده بوده و باعث شده که این اتفاق برای سرجیو بیفته. بعد از این همه حواشی که یاسمن درست کرد و باز دوباره پای ساره رو کشید وسط و خب ساره هم همیشه دنبال فالوور بوده و همه جا حضور داشته. خانم یاسمن از عطر تحریک کنندش رونمایی کرد و گفت برای سفارش میتونین بهش پیام بدین. و جالب اینجایی که همه اینها به نظر من یه جور کلک تبلیغاتی بوده که عطرش فروش بره، چون قبل از اون یه پیج زده بود برای مهاجرت که خب نه فالوور زیادی گرفت نه مورد علاقه کسی بود. پس یاسمن تلاش کرد که یه مدل دیگه پول در بیاره و خب موفقم شد. در این بین یک سری حواشی هم بین یاشار و آیدا پویان انجام شد که آیدا نمیخواست وارد حاشیه بشه اما جواب یاشار رو داد و ویدیوهای کاپلیشون رو منتشر کرد. یه تایمی هم کیمیا و آیدا همدیگر رو آنفالو کرده بودن که مجدد همدیگر رو فالو کردن. مهیار هم تمام تمرکزش رو گذاشته رو این که کی چی کار کرد
کی چی کار کرد و ترجیح میده با هیت گرفتن بره بالا و فالوور جمع کنه. در این بین به نظر من بیشترین آسیب رو از این برنامه یلدا گرفته، به خاطر اینکه از اول برنامه آسیب‌های روحی شروع شد، حرفایی که نازنین در موردش میزد، حرفایی که یاسمن در موردش میزد و یا فیلم‌هایی که مهیار ازش پخش کرد. اما اگر پیج یلدا رو چک بکنید میبینید که تنها کسیه که به فعالیت روزمرش ادامه داده، بیشتر محتواش ربط داره به کار خودش و خیلی داخل محتواهای عشق ابدی خودش رو پنهان نکرده و روند قبلی پیجش رو داره میبره جلو. اما قرار نیست همیشه همه چی خیلی رو روال بره بالا و هر کسی هر کاری دلش میخواد بکنه و دیده نشه. در این بین یه یوتیوبر به نام سامان شو داره سعی میکنه که حواشی برنامه رو به مردم نشون بده و همه شرکت کننده ها رو اونجوری که هستن نمایان کنه، نه اونجوری که فیلم بازی میکنن. توی سری اول برنامه اگر یادتون باشه هر کس هر کاری دلش خواست کرد، اگر کسی مخالفش انجام میداد یا در ضدش حرف میزد یک کلمه زن ستیز بهش اضافه میکرد و خودش رو راحت میکرد و میگفت نه اینا زن ستیزن که دارن به من هیت میدن. اما توی این برنامه از این خبرها نیست. یه ترسی هم به دل یاشار و فردین افتاده، چرا که دوباره فرشاد که توی سری اول عشق ابدی شرکت کرده بود رو بازداشت کردن و علاوه اون پیجش رو هم بستن. برای همین فردین و یاشار جرأت اینو ندارن که حتی یه لایو مشترک با بچهای عشق ابدی بذارن. اما احسان توی لایوش گفته که یاشار به زودی میاد ترکیه. باید دید بعد از برگشتش به ایران چه اتفاقای دیگه‌ای براش میفته. اما طبق گفته بچه‌ها کیمیا بعد از برنامه مجبور شده که چند روزی خونه یلدا زندگی کنه، به خاطر اینکه برای اقامتش مشکل ایجاد شده بود و کیمیا مجبور شده از ترکیه به دبی نقل مکان کنه. دقیقاً همون اتفاقی که برای پریسا توی قسمت اول افتاده بود. کل این برنامه اسپویل شده و هممون میدونیم که برنده آخر آیدا و سرجیو هستن.